سلام به شما هموطن عزیز. امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشی و حالت، مالت، کسبت، کارت، روزت، ماهت، سالت، جسمت، جانت، وانت خراب شد. آقا میشه یه بار دیگه بریم؟ میخوام یه چیزی تو مایه‌های این حاجیه بشه. شما اگر دخترت مشکل داره، پسرت مشکل داره، دومادت مشکل داره، شغلت مشکل داره، مریضی داری، زنت مریضه، دیسکت زده بیرون، مالت، کسبت، کارت، شغلت، چشمت، گوشت، معدت، رودت، قندت، اورت، پورت و آهن خونه، فلسفه خونه، ضعفای خونه، شلنهای خونه، بشگاهی خونه، منبعای خونه میخرید. دیدم والا که دیدم دادا هوا شنیدم سر را پلیس برامون مردم شهر همه داغون ما کسی کاری ندارم ولی شد کچ کارم آجی رفته. این روزها هم فضای مجازی و هم فضای حقیقی پر شده از یاد اصغر نحوی پور، پهلوونی که طاقتش تاق شده بود و جونش رو پای غیرتش گذاشت. یه آخوند مزاحم فضول رو ادب کرد و پلیس از فاصله نیم متری با کلاشینکوف زد کشتش. بعدم پزشک قانونی گواهی فوتش رو صادر کرد و علت فوت رو نوشته اصابت جسم سخت. حالا احتمالاً اگه سوال کنی و فیلم شلیک رو نشون بدی میگن خب گلوله هم جسم سخته دیگه. راستی همه گواهی فوت‌ها رو اینطوری صادر میکنن یا این فقط سهم ما مردمه؟ خب اگه اینجوریه پس تو گواهی فوت هاشمی رفسنجانی چی می‌نویسین؟ لابد می‌نویسین زیاد بودن کلور آب استخر یا لیز بودن لبه‌های استخر. مال مهدوی کنی رو چی می‌نویسین؟ خفگی به علت چرخش پارچه؟ با عمامه خفش کردن، چرخ عمامش کردن. من که نفهمیدم پارچه رو کجاش پیچیدن، ولی خب این یارو 7 برابر سن میانگین مردم عمر کرده بود. گواهی فوت بنیانگذار نظام رو چی می‌نویسین؟ جان؟ اصابت جسم آبکی؟ یعنی آب پاشیدن سمت امام؟ یعنی دمپایی خیس پرت کردن سمت راحلشون؟ من متوجه نمیشم. شاید مشکل تو چیز منه، یعنی ذهن منه، نمیدونم. من یه وایس دارم اینجا، گوش کنیم، به نظر آشنا میرسه. برجام آرزوهای مرا بردی، برجام دم به دم مرا تو آزردی، برجام نه تموم میشه تحریم ها، برجام وعده دروغ آمریکا. بله ایشون حاجی هلالی هستن که همین برجامی که الان داشتن میخوندن کار دستشون داد و به همراه رفقای ولاییشون به جرم ارتباط با خانمای فرانسوی دستگیر شدن و یه خبرایی هم هست که دنبشون به موساد وصله. اینم از عاقبت مداحی تو نظامی که سالهاست با نوحه و گریه و روزه خرشو رونده. ای نشسته صف اول نکنی خود را شل. آقا این چیه؟ میگه میخوام نوحه بخونیم و میخوام دلاتونو ببرم اونور آبا. راوی میگه یه روز چند تا مداح دور هم نشسته بودند، همه سر در گریبان و بغض در گلو. همینطور که اشکاشونو با چفیهاشون پاک میکردن یهو یکیشون از جا بلند شد و گفت وای بر ما که دیگه کسی برا 2 ساعت روزه خونی 10 تا سکه بهار آزادی نمیده. وای بر ما که دیگه کسی سیدی نوعه های ما رو نمیخره، دیگه کسی پول نمیده، حسابای بانکیمونم ته کشیده، کاسبیمونم نم کشیده. تو همین ناله ها بود و جمعیت گریان که یهو یکی دیگه از مداحا پا شد و گفت حالا که مف گیرمون نمیاد، پاشین محض رضای عظما یه کاری بکنیم، یه فکری بکنیم. همه پا شدن و رفتن که فکری بکنن. هفته دیگه هر کسی خوشحال و خندون برگشت. یکی بشکه نفت زیر بغلش بود، اون یکی کیسه پر دلار آورده بود، یکی دیگه بنزشو دم در پارک کرد و اون یکی هم با سند ویلای تو پاریسش برگشت. حالا همه با هم بگین بونژور بونژور.
عاشق زمین پاک. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et ce m'entoure revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. و اما بشنوین از جدیدترین خزعبلات توپل ریشوی نظام علم‌الگدا امام جمعه ایالت خودمختار مشهد که گفته درست نیست شهر مشهد رو تبدیل به شهر کیش کنیم. بله آقا، درست نیست. چه معنی داره که مشهد شبیه کیش بشه؟ مشهد کیش هم کیشه. اصلا من شنیدم تو کیش آخوندا رو میندازن تو آبهای خلیج فارس خوراک کوسه ها و سفره ماهیا میشه. آره کلن به نظر میرسه تو کیش آخوندا کاسبیشون کساده. واسه همینه که میگه درست نیست مشهد شبیه کیش بشه. نکنین آقا، هر شهری جایگاه خودشو داره. شهر تو شهر هم نکنین. ببینم مثلا شما خوشتون میاد که ما پاشیم بیایم وسط لس آنجلس نماز جمعه به امامت مقام ناقص رهبری اقامه کنیم؟ نه واقعا خوشتون میاد؟ خوشتون میاد ما پاشیم بیایم به جای برج آزادی تو نیویورک مجسمه احمدی نژاد رو نصب کنیم؟ خوشتون میاد؟ نه اصلا خوشتون میاد ما محسن رضایی رو بیاریم وسط توکیو کاندیدش کنیم برای ریاست جمهوری ژاپن؟ خب پس نکن دیگه برادر من. ضمناً دیگه این علم‌الگدا رو هم نبرین شهرهای دیگه چیزایی رو بهش نشون بدین که نباید. زشته بابا، نکنین، نشونش ندین، نبرینش این ور اون ور. مشهد، کیش کیشه، لندن، توکیو، منم من همیشه منم اگه سوختم اگه ساختم اگه باختم من همیشه منم اگه سوختم اگه ساختم اگه باختم منم. آقا شما باورتون میشه ما هنوز چشممون به دره که اونی که قول داده بود بیاد یخچال خونمون رو پر کنه بیاد و یه 4 تا موز بذاره تو این یخچال؟ کجاست این کاپیتان محمد باقر قالیباف؟ میگن جدیداً مشاورش گفته که چرا بعضیا میگن آقای قالیباف آتش ریاست جمهوری داره. ایشون اصلا آتش ریاست جمهوری نداره. کلا اصلا قالیباف از اولش هم دوست نداشته که رئیس جمهور بشه. اصلا محمد باقر از رئیس جمهور شدن متنفره. مثلا اون سری پیش که کاندید شده بود اصلا واسه خاطر رئیس جمهور شدن نبود که. این دعواهای جناحی خیلی شدید بود. کار کاندیداها ممکن بود به زد و خورد برسه و همدیگه رو مصدوم و مجروح کنن. قالیباف هم خب دکتر، بالاخره هر مصدوم و مجروحی یه دکتر میخواد دیگه. این سری آخر هم که کاندید شده بود به خاطر رئیس جمهور شدن نبود، فقط به خاطر اون چای و شیرینی بود که تو استودیوی پخش مناظره های زنده میدادن. به خاطر همین بود. قالیباف کلن از خیلی چیزا بدش میاد، مثلا از شهردار شدن و مجوز برج و باغ دادن و زمین خوردن و موتور سواری گازنبوری و باتوم زدن و اینا بدش میاد دیگه. خب بدش میاد دیگه. تنها عشق ایشون یکی پر کردن یخچال هاست، یکی هم برق گرفتن از زباله هاست، لوله هم روش. جدیدن این مسئول زیرنویس صدا و سیمای تیوی ریش خیلی شوخیاش خرکی شده ها. حواستون هست؟ اون از اون دفعه که صحبت‌های شیخ حسن رو چپکی زیرنویس کرده بودن، اینم از دیروز پیروز که شبکه 1 روی تصویر جواد ظریف نوشت وزیر خارجه آمریکا. یعنی قشنگ معلومه که صدا و سیما یه رقمایی داره با شیخ فری سپر به سپر میکنه. اجازه بدین با هم یه سری بزنیم داخل استودیوی تیوی ریش تا ببینیم قضیه دقیقاً از چه قراره. آقا چش الان داریم میریم رو آنتن، باید زیرنویسا رو بنویسیم. آره حالا بعدا من باهاتون تماس میگیرم. بله محمد بودو بیا داریم میریم رو آنتن. آره آقا داریم میریم رو آنتن، اینو ردش کن بره اینو. آخه آره بیا بشین اینجا اصلا شروع کنیم. خب این که جواد ظریف معلوم هم نیست که با این برجامشون بالاخره وزیر ماست یا وزیر اوناست. محمد زیرش بنویس وزیر خارجه آمریکا. نه میدونم تو بنویس، کاری نداشته باش با این کارا. آره آفرین خیلی خوب شد. بعدی این چیه؟ آها این یارو بسیجی است که رفت آمریکا تو فرودگاه راش ندادن.
ببین من سریع بنویس خصومت جهان استکبار با پزشکان نابغه ایرانی. خیلی خوب شد. آره. ای بابا این یارو تتلو رو چرا تو تلویزیون پخش زنده کردن؟ الان تو تیم ماست؟ خب پس زیرنویس کن دیدار هنرمندان انقلابی با سران نظام. بعدی این خوبه، بازسازی حرم مطهر بنیانگذار. خب پس زیرنویس کن بازسازی بارگاه ملکوتی امام انقلاب. آره خوبه بنویس. یه ذره درشترش کن بیشتر. این چیه؟ ببین محمد چرا داره توالت‌های بین جاده‌ای رو نشون میده؟ محمد پاک کن آخه. این چه کاری آخه استاد؟ اسفند و دی و خرداد و مرداد همش مهمونی آخه چه کاری استاد دلا 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 استاد چرا بیاین این دفعه از یه زاویه دیگه‌ای به قضیه نگاه کنیم. کدوم زاویه؟ الان میگم خدمت. مسئولین رژیم آخوندی کلاً به 3 زاویه تقسیم میشن. در یه زاویه یه عده فسیل عقب افتاده هستن ولی خب حرف نمیزنن، سکوت میکنن، چون کلاً روشون نمیشه عقاید متحجرانشون رو به زبون بیارن. مثل زاویه همین جنتی و یزدی و صدیقی و اینا. یه عده فسیل دیگه هم هستن اما برعکس گروه قبلی حرفم میزنن. تو حرفایی هم که میزنن با یکم زاویه میخوان نشون بدن که مثلا مدرنن. مثل زاویه همین شیخ فری و مطهری و لاریجانی. یه عده هم هستن که هم فسیلن هم راجع به همین عقب موندگیشون حرفم میزنن. ضمناً با زاویه گنده‌ای بهش افتخارم میکنن. مثل فرمانده پلیس اصفهان که دیروز پریروز گفته بابا اینو نگفته، کاش اینو میگفت. گفته ما کلاً با دوچرخه سواری بانوان مخالفیم. دیگه حرف ته دلشو بدون پیچوندن و رک و پوسکنده و بدون زاویه گفت که آقایون خانوما ما دوست نداریم بانوان دوچرخه سواری کنن. دیگه با چه زاویه‌ای بگیم آخه؟ البته ما الان دقیقاً نمیدونیم باید از چه زاویه‌ای به این مسئله نگاه کنیم. والا از زاویه جرم شناسانه بخوایم نگاه کنیم که خب دوچرخه سواری نه دزدیه، نه کلاهبرداریه، نه قتله، نه هیچ. بخوایم از زاویه شرعی نگاه کنیم که خب تا حالا من هیچ حکمی در رابطه با دوچرخه تو هیچ رساله‌ای ندیدم. بخوایم از زاویه منطقی بهش نگاه کنیم که خب اگه دوچرخه سواری حرکت بدیه چرا با دوچرخه سواری آقایون مخالفت نمیشه؟ اگه خوبه که چرا با دوچرخه سواری خانوما مخالفت میشه؟ واسه ببینم اینا اصلا زاویه ماویه حالیشونه که ما داریم زاویه میکنیم. به اینا باشه که میگن کلا خانوما تو زاویه خونه بمونن و در پنجره رو هم قفل کنن هیچ کم نبینتشون. ما هم خودمون رو خفه کردیم هی زاویه. چقدر با ستاره ها به لحن آب و آینه شبانه حرف میزنم به جای چشم های تو. از آن شبی که دیدم همان یکی 2 قرن پیش نشستم کنار دل به پای چشم‌های تو. یکی از حرکت‌های مختص و منحصر به فرد حکومت آخوندی اینه که از هر چیزی استفاده کنه در جهت محکوم کردن کشورهای غربی و دشمن تراشی و قمپزهای آمریکا ستیزی و غیره. البته حق هم دارن چون نون خیلی‌ها تو همین مبارزات خیالی با دشمنهای فرضیه. نمونه آخرش هم همین سوء استفاده از درگذشت پروفسور مریم میرزاخانیه که گفتن ایشون توسط استکبار جهانی ترور بیولوژیک شده. یعنی با سمهای بیولوژیک باعث مرگ تدریجی شدن. انقدر این وقاحت‌ها بی‌شرمانه است که گاهی نطق آدم کور میشه و طنز ما هم خشک. این همه نخبه و مغز رو با مرگ تدریجی دارید میکشید، بعد برای ما فیل ترور بیولوژیک هوا میکنین. ولی من ترسم از اینه که این ترور بیولوژیک بیفته سر زبونا و شروع شه. مثلا از فردا میگن این اختلاسایی که تو مؤسسات مالی اعتباری شده واسه اینه که جهان استکبار بانک مرکزی ایران رو ترور بیولوژیک کرده. یا مثلا این خشکسالی‌ها و خشک شدن دریاچه‌ها واسه اینه که غربی‌ها وزارت نیرو رو ترور بیولوژیک کردن. یا مثلا این رأی‌های انتخاباتی که دستکاری میشه واسه اینه که آمریکا صندوق‌ها رو ترور بیولوژیک کرده. اسید پاشی هم که واسه ترور بیولوژیک بوده از اول. این اعدام‌ها و شلاق‌ها هم به خاطر ترور بیولوژیکه. بزرگترین بدبختی بیولوژیک مملکت ولی فقیه بدبختی‌ها خامنه‌ای هم که حاصل یک اختلال بیولوژیکیه. شلونی عظما روزه میخونی عظما تو زرخورونی عظما خورد و خمیری عظما بدجوری گیری
ترانه رو که شنیدید آخرین ترانه طنزی هست که به تازگی تولید شده و در چند روز آینده نسخه تصویریش رو در کانال پیک شادی تقدیمتون میکنیم. در پایان هم حرفی نمیمونه جز این که باش آقا دست از سر ما بردار. هم دمپایی کهنه دارم، هم نون خشک دارم. بشکه کهنه آخه اینجا تو استودیو بشکه کهنه کجا بودین؟ همکار ما ولکن نیستا. به اتفاق ایشون برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و خدمتتون عرض میکنیم که دل شاد، لب خندون، قلب بی غصه، گل روتون رو خریداریم. بودو بیا 3 جفت 100 تومن.